میدیدیم خب دیگه ما هم یه چیزایی یاد گرفتیم ازش. چه دندونای قشنگی داره سیاوش، خدا شاهدی. مسواک تو بعداً به من بگو خمیر دندون تو چیه، خیلی دندونای قشنگی داری، یاد بگیر. دهنتو وا میکنی من اینجا تحت تاثیر امواج آلفا قرار میگیرم واقعا. جوراب‌های آقاخانی به عنوان سلاح کشتار جمعی در سازمان ملل شناسایی شده که در جنگ‌های قبیله‌ای استفاده میشه. اصلا اذیت نکن ابوالفضل، پسر محفوظ به حیا. امشب حال من خوب نیست. شکل بانزی شدی قوی ترین. آره البته اون لاک پشته که همش میخوابیدن خوابی. حال من همچو خیاری است که در سینی میوه تنها وسط موز و شلیل و آناناس است. بیشتر شبیه شلغمه تا شلیل. اب نداره. زیبا شعر گفت. معلومه که از یه چیزی ناراحتی یا تب داری، اما به قول شاعر میگه انقدر این روزها بدبختی من کامل است میروم مهمان احسان علی خانی شوم. شما اگه خودت اینجا بندازی پایین فردا مهمون احسان علی خانی هستی. جدی جواب میده؟ بله. خب سیاوش جان بریم برای بازی. من و آقای آقاخانی بازی میکنیم بداهه، بعد شما به ما امتیاز بدین. حضار هم میتونن داور باشن. نه پدر، تو همیشه به من دروغ میگفتی، تو هیچ وقت مادر من نبودی پدر، حقیقتو به من بگو. داداش، هوای این فصل سال خیلی سرده. من اینجا توسط آقای امیر احمدی به یه کاری گماشته شدم و دارم پیراشکی میفروشم.